قادر منان رو بی نهایت متشکر و سپاسگزاریم از اینکه این توفیق رو به ما عنایت فرمود تا در جمع گرم و پویا و صمیمی و روحانی و معنوی جشن عفت و پاکدامنی دو زوج جوان شرف حضور پیدا کنیم. از خدای متعال خواهانیم که این نشست رو به بارگاه خودش قبول بفرماید و در راستای بیداری جوانان اسلام و مسلمانان قرار بده انشاءالله. دوستان اگر لطف بکنن پذیرایی رو تعطیل بکنن که الان لحظه پذیرایی خداوند هست. همه ما بر خوان نعمتهای الهی نشستیم و داریم از سفره او پذیرایی میشیم. چایی رو ببرن دوستان و همه انشالله دقایقی رو گوش به کلام خدا و رسول باشیم و از گلستان نبوی میوه بچینیم انشالله. برای برگشت نظم و سکوت کامل یک صلوات محمدی عنایت بفرمایید دوستان. تبریک و تهنیت عرض می کنم این مجلس فرخنده و مبارک رو خدمت شاداماد عزیز ما جناب آقای محمد کریمی و پدر بزرگوار ایشون جناب آقای کدخدا یوسف کریمی و همچنین خدمت خانواده عروس خانم، خانواده آقای نور محمد خواجوی و همه دستاندارکاران، برگزار کنندگان و اقوام و خیشان و همه حضار محترم و معزز. به طور قطع و یقین در مجلس ما علمای خبره و برجسته الحمدلله حضور دارند. استاد بنده و استاد اساتذه جناب مولانا نیازی تشریف آوردن و جناب مولانا یعقوب، مولانا امانی و سایر علمای منطقه که خب اسم گرفتن همه اینها هم بالاخره برای بنده مقدور نیست و هم وقت رو بالاخره دوستان میگه خیلی صرفه‌جویی باید بکنیم، چون که توی این مناطق عروسی‌های اسلامی شاید کمتر رخ داده و دوستان شاید خسته بشه. البته به چهره ها که نگاه میکنه انشالله غبار خستگی بر چهره ها دیده نمیشه. اما دقایقی که در خدمت شما سروران هستم پیرامون این حدیثی که خدمت شما قرائت کردم کلمات شکسته عرض میکنم به امید آن که پروردگار عالم به همه توفیق عمل عنایت بکنه. دوستانی که از راه هم میان انتظامات اونها رو راهنمایی بکنن، بشینن و آقایون فیلمبردار بیشتر از مردم صحبت نکنن که اگر صحبت ما رشتهش از دست ما در رفت جمع کردنش خیلی مشکله. حدیثی که خدمت شما قرائت کردم این حدیث یه پیام داره. رسول خدا در این حدیث بسیار زیبا و گرانبها میخواد فرد زیرک، فرد هوشیار، فرد دانا و خبره در جامعه اسلامی رو معرفی بکنه. ما قبل از این که حدیث رو خدمت شما سروران باز کنم که پیامبر خدا چه پیامی دارد و چه مشخصاتی رو و چه شناسنامه‌ای رو برای فرد دانا و زیرک صادر می‌فرماید، میخوام از دیدگاه جامعه بشری و جوانان و مردم قرن 21 فرد زیرک رو معرفی بکنم. بدون تردید در جامعه مملو و از فساد و فتنه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم از هر کس سوال بکنی زیرک و دانا کیست قطعاً به شما جواب خواهد داد هر کس در عرصه اقتصاد، مال دنیا، سلطنت دنیا گوی سبقت رو از سایر همردیفان و همسنگرانش رو بوده باشد اون آقا رو خبره میخوانند. تاجر معروفی باشه، متمول باشه، چندین ماشین آخرین سیستم داشته باشه، حالا از هر راهی به دست بیاره مهم نیست، مهم اینه که پول داره. کشاورزی که در عرصه کشاورزی، دامداری که در عرصه دامداری، تاجری که در راستای تجارت خودش بتونه پول کسب بکنه، مردم بهش میگن فلانی چقدر زرنگه، فلانی چقدر داناست، چقدر با تجربه است. در اندک زمان
فلانی مدت 25 سال پسر سنش نیست، پولی جمع کرده که با پول قارون داره رقابت میکنه. این آقا زیرک و داناست. حالا فرق نمیکنه سر مردم کلاه گذاشته باشه، اصلا کلاهگذاری امروز دانایی شده. مرد یارو میره برای تجارت از صبح تا شب سر 10 نفر 15 نفر کلاه میذاره، شب میاد کلاه خودشو کج میذاره، میگه خانم نفهمیدی که امروز سر چند نفر چه کلاهی گذاشتم؟ کیف میکنه، قهقه میزنه، میخنده و دیگران میگه آقا داناست. فلانی گوسفندا رو میخواد ببره نمیدونم بازار، اونها رو آب و نمک و نمیدونم فلان زیاد میده که اینها رو به قیمت گزافی بفروشه و بعد به دیگران میگن آقا واقعا چه قیمتی گوسفندا رو فروخت. مثل آقایی میگه بنگای ماشین داشت، میگه یه تکه نون و خشک برده بود تو داشبورد ماشین گذاشته بود. واقعیت داره، یه تکه نان و خشک برده بود تو داشبورد گذاشته بود. بعد هر کس میامد رو ماشین که این ماشین چطور ماشینیه، آقا فوراً قسم میخورد قرآن رو گذاشت، میگه به همین قرآن که این ماشین نون داره اینو بخر. بنده خدا میگه بابا موتوریش چطوره، دیفرنسیالش نمیدونه فلانش، میگه آقا این کارا چیکار داری؟ خدا شاهده من میگم این ماشین نون داره، تو اینو بخر، اگر بد دیدی بگو. بعد یارو ماشین میخرید خیلی خوشحال بود، میگفت نون داره، وقتی میرفت اونجا میده یک تکه نون خوش تو داشبورد ماشین گذاشته. خیلی خوشحال بود آقا که بالاخره هانس هم. بعد میاد سوال میکنه که جناب مولوی هانس که نشدم خدای نکرده. گفتم نه ماشاءالله تو اگر زن طلاقی هم میگرفتی از زن تو مگه طلاق میشه اصلا؟ امروز این کلاهبرداری ها اسمش شده دانایی. بچه 5 ساله اگر 1000 تا فوش و فحاشی به دهانش بیاد، پدر و مادر میخندن، میگه عجب بچه زرنگی دارم، قربون لبات بشم مامان جان چقدر زرنگی خدا شاهده. فوش میده، دشنام میده، پیشانیشو میبوسن که بچم خیلی زرنگه. پدرها میگن پسرم خاک تو سرت، بچه فلانی اندازه یک شانه تمیز جیب و جب قدش نیست، روزی 7000 تومان درآمد داره، بمیری تو چی یاد گرفتی؟ تو چیکار کردی؟ اصلا همه چیز رو از عینک مادیت، از عینک اقتصاد، از عینک کلاهبرداری، از عینک خیانت، غدر، فریب، همه چیز رو ما میخونیم و اینجاست نقطه عطف بدبختی جامعه اسلامی. سروران عزیز بشنوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه کسی رو به عنوان زیرک و دانا معرفی میکنه. پیامبر خدا چه کسی رو به عنوان خبره و نخبه در جامعه اسلامی معرفی میکنه و واقعا باید مقایسه بکنیم آیا خبره هایی که از دیدگاه رسول الله خبره هن با نخبگان و داناهای ما یکی هستن؟ آقایون میگن عروسی امروز فلانی فرزند فلانی عروسی گرفت که کیف کردیم تا ساعت 12 شب رقصیدیم، حال کردیم. اصلا آقای ارسال خدمت شما کریمی چه عروسی گرفت؟ بعضیا وقتی عروسی اسلامی میرفتیم ما، بعدن میامدن بچه ها میگفتن که داماد خدا بیامرزه، تسلیت عرض میکنیم، غم آخرتون باشه، طعنه میزدن. آقا تو دیوانه آدم زیرک کمچه عروسی نمیگیره. کسی که عقل تو سرش باشه ما ندیدیم همچه عروسی بگیرن. ما دیدیم سر تعزیت ها مردم قرآن میخوندن ولی سر عروسی ها به حق حرف هایی نشنیده و نگفته. مردم اینطوری برداشت میکنن. هفته گذشته ما در زاهدان بودیم، مراسم اسلامی. حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تشریف آوردن. در همون مجلس یه صحبت بسیار زیبایی بعد از صحبت من کردن. کارگزاری دادن، گفتن مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانی که در دیوبند درس میخوندن یه عروسی اسلامی و غیر اسلامی برگزار شد. عروسی اسلامی و غیر اسلامی دیگه چه صیغه ایه؟ پسر به اصطلاح خیلی پولدار بود، متمول بود، به اصطلاح جوون بود، ریلکس بود، به اصطلاح حالی ها میخواست حال بکنه. چند تا مطرب و ساز و ارگ و گرگ دعوت کرده بود، جوونهای لات و الوات و شرابخوار رو هم دور برش که بزنن برقصن پایکوبی بکنن تا ساعت 12 شب. از اون طرف پدری داشت که اصلا گروه خونی با این نمیخورد. پدرش یک ریشی اونچنانی و عمامه 8 متری و نماز تهجد و ذکر و دعا و قرآن از این گونه مسائل.
پدره تبش گرفته بود. خدا چیکار کنه با این پسر ناخلف؟ مگر این بچه‌ها به حرف میکنن؟ یک بار بعضی از این پدرها میگن جناب مولوی این بچه‌ها رو نمیشناسی تو. اگه این بچه‌ها مگه به حرف ما میکنن؟ در حالی که اشتباه میگن. اگه امروز بچه رو بگه برو ساعت 3 شب برو دم نونوایی، پسر نمیگه نه. ولی اگه بگه عروسی اسلام بگید میگه به حرف ما نمیکنه جناب مولوی. از این حرفا گذشته الان. کار نداریم. پدر فرد صالح گفت چه کار بکنیم؟ با هم به توافق نرسیدن پدر و پسر. بنابراین بنا شد پسره با دوستان و آشناهایان خودش یه عروسی راه بندازه، پدرم با مقتدیا و با افراد و دوستای خودش کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. بالاخره اتفاقا یکی از مدعوین و مهمانان مولانا الیاس، مؤسس و بنیانگذار نهضت بزرگ جماعت تبلیغ، مولانا الیاس رو هم دعوت کرده بود. ایشون مراسم خودش را پدره تو مجلس تو مسجد گرفت. بعد یهو مولانا الیاس پدر رو صدا کرد، گفت پسرت کجاست؟ من میخوام ببینمش. پدر رنگش عوض شد، چهرهش افسرده گشت. گفت جناب مولانا پسر من رو نخواه. آهی کشید که خدایا پسر من الان 7 من شراب نوشیده، پسر من الان مسته، به حال طبیعی نیست، تو جمع غافلان و الواطعه و بی حجاب ها و بد حجاب ها، خمار اصلا، خدا میدونه چه کار میکنه. گفت پسرم قابل رؤیت نیست. گفت نه، ما شاداماد رو باید ببینیم. این شاداماد اینجا نشسته، اگر نباشه که مجلس ما صفایی نداره. صفای مجلس عروسی به شاداماده. گفت پس صدا کنید بیاد. گوش بدید اینجا. آمد پسر اینجا، مولانا بلند شد تبریک بگه. بعضی ها به مراسم عروسی اسلامی تعزیت میگن، عزا میگن، نه تسلیت میگن، در حالی که ما معتقد به اینیم مراسم غیر اسلامی باید تعزیت و تسلیت گفته بشه. مراسمی که برکت خدا و رسول در او هست قابل تبریکه. به این جوان مؤمن ما آقای کریمی باید بگیم مبارک باشه، چون که از ساعات اول به خدا قسم اینجا فرشتگان مبارک خدا حضور دارن، به تعبیر رسول خدا. به ایشون باید بگیم مبارک باشه، چون که برکت قرآن اینجا داره نازل میشه. مجلسی که اول ساز و سرناست، بعد چاقو کشی و آجور خوری و نهایتا چند نفر کشته میشن. تسلیت هم گفتن به چنین مجلسی ارزش نداره، چه برسه به تبریک گفتن. گفت جوان و مسلمان بهت تبریک میگم. مولانا میخواست یک حرفی بزنه. مولانا الیاس امشب همه رو جمع کردی، شراب و کباب و ربابت همه به گرده، محفل بسیار گرمه، از همه جا آمدن، خوشحالن، همه لات و الواتا خوشحال شدن، همه اقوام و خیشانت خوشحالن، شادمانن. تبریک میگم به تو، ولی از طرف تسلیت میگم، چون که قلب نازنین رسول الله امشب آزرده و نگرانه. امشب رسول خدا داغداره، امشب رسول خدا میگرید که فردی از جوانان امت من خنجر زهراگین رو برداشته و در قالب ساز و دهل بر قلب نازنین من میکوبد. آی جوان عزیز، واقعیت اینه. اگر ما زیرک و دانا کسی رو بخوانیم که با مراسم غیر اسلامی قلب رسول خدا رو آزرده بکنه، سخت در اشتباهیم و ما هم هیچ تفاوتی با اونها نداریم. بیاییم واقعا این افراد زیرکن، این افراد دانان که میان مراسم خودشون اسلامی میگیرن، مراسم غیر اسلامی باشه هزار بدبختی به بار میاره. واقعیت جای تأسفه که امروز بسیاری از پدرها و مادرها مانع این کار میشن. باور بکنید با شدت و حدت خاصی مراسم عروسی اسلامی شروع شده. حدود 70 و 80 مراسم عروسی هم 6 ماه گذشته ما رفتیم. هفته آینده در نشتیفان، هفته بعدتر در گزیک بیرجند، هفته بعدتر در قسمت نیکشهر، بندر عسلویه، همه جا تا 13/6 همه جا هر هفته و هر روز عروسی های اسلامی است. جای خوشحالی است واقعا. اما دیروز در تاجرآباد خود ما این مراسم غیر اسلامی برگزار شد. یکی از پدرها قبل از این که مراسم برگزار بشه آمد. من با ماشین میخواستم دیروز بعد نماز عصر برم، دیدم دست میده، وایستادم، گفتم چیه؟ گفت فلانی، ما از طرفای دامادیم، خانواده عروس به ما اجازه نمیده، گفتن ساز و ارکستر باید بیاریم. ما گفتیم بابا
عروسی اسلامی فلانی رو دعوت میکنیم اینجا. گفته نه آقا ما دختر بهتون نمیدیم، یا عروسی غیر اسلامی ساز ارکستر، یا اینکه نه. مثل اینکه از برادران صحبت میکرد میگفت که یکی میخواست عروسی اسلامی بگیره، مادر بزرگش، مادر پدرش مخالفت کرده. گفته چرا تو مخالفت میکنی؟ گفته من نذر کردم که با شال قرمز سر عروسی نوام برقصم، شما میخوای سخنران بیاری؟ پیرزال چه کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی. ای بدبخت، پات لب گور رسیده. یکی 2-3 هفته گذشته خدا شاهده یک آقای زنگ زد از مشهد، یه پسری گفت آقا ما همه خانوادهمون نماز خونن، هر چی میگی مادر ما نماز نمیخونه. گفتم چی داری میگی؟ گفت به خدا. گفتم گوشی رو میشه بده به مادرت. مادر اول قبول نکرد. گفتم هر طور شده من باید باش صحبت کنم ببینم چیه. گفتم مادر سن چند ساله؟ گفت 74 سال. اصلا ایست قلبی منو گرفت. گفتم 74 سال سنت نماز نمیخونی؟ گفت جناب مولوی به جوانی من نماز نخوندم، حالا که حوصله‌ای برام باقی نمونده. گفتم پات لب گوره. گفت اصلا حواسم سر جام نیست، اصلا نمیفهمم. بعد پسر آخر گوشی رو برداشت گفت به خدا اگر مادر من روزی 7 حلقه فیلم هندی نگاه نکنه خواب نمیبردش. جامعه به قدری لجن شده، به قدری بدبخت شده. این عروسی تاج آباد ما، این برادری که امروز الان تو مجلس ما هم هست، میگه من رفتم با داماد صحبت کردم، داماد گفت تو رو خدا من راضیم عروسی اسلامی باشه، مادر زنم مخالفت میکنه برو باهاش صحبت بکن. میگه آمد که با مادر زنش صحبت بکنم، یک بار مادر زن ناراض شد، گفت مردی که برو، من سالیان و سال منتظر بودم عروسی دخترم ببینم، تو میخوای اینو تبدیل به عذاب بکنه؟ هری اینجا آمدی چی یاد بده برام؟ این بدبختی جامعه ماست. یعنی هر چیزی که معصیت باشه، خلاف فرمان خدا و رسول باشه، اون شادمانی است. اون رو عروسی میگن جوونا حال باشه. جوانی میگن این عروسی حال داد، کیف کردیم. ولی واقعا قال را بگذار و مرد حال شو، پیش مرد کاملی پامال شو. بیایم پیش قدم های نازنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم، من و شما خود ما رو پامال بکنیم تا حال واقعی رو بکنیم. سروران عزیز صلوات قرایی نده فرمایید. انشالله که دوستان خسته نشن. خوب اگرچه هوا سرد هست ولی گرمی انفاس شما منو هم گرم کرد. بالاخره برای اینکه راحت بتونیم صحبت بکنیم من عوامو اول در بیارم بعد با شما تصفیه حساب بکنم. جناب مولوی بگیر که آمدیم. میگن یک زمانی بنده خدای سخنرانی میگرد خیلی داغ و جذاب. بعد از سخنرانیش آمد گفت که عزیزانم شما سخنرانی منو چطور دیدید؟ گفت خیلی جذاب و خوب صحبت کردی. گفت کدوم قسمتش جذابتر بود؟ گفت همه سخنرانی ماشاءالله جذاب بود. گفت نه کدوم قسمت بیشتر خوشتون آمد کیف کردید جوانی بود که من همیشه اون رو تکرار بکنم؟ گفت نه همش خوب بود دیگه، زیاد تکرار کرد اصرار کرد. آخر گفت واقعا اگر تعارف نکنیم همون قسمتی گفتی دیگر ارزی ندارم خدا حافظ شما، اون از همه جذابتر بود. امیدوارم که جوان‌ها منتظر این حرف نباشن که حالا این حرف رو هرگز نخواهیم گفت. ای وقتی فکر این حرفا رو از گوش خودتون در بیارید. یک صلوات محمدی پسند عنایت بفرمایید دوستان. بله سروران عزیز، پیامبر خدا حالا بشنوید، اینها کسانی بودن که از دیدگاه ما زرنگن، زیرکن، هر کس پول داشت تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم جوونا میگن، اون دیگه خیلی زرنگه. حتی امروز متاسفانه طوری شده که هیئت امنای مساجد رو معمولا کسانی رو انتخاب میکنن که پول بیشتری دارن. اصلا هیئت امنا الف رو نیم فهمه گرد یا دراز هیئت امنای مسجد شده اصلا، فقط چون که پول داره. البته معذرت میخوام اگه کسی اینجا به عنوان هیئت امنا هست هدفی ندارم، ولی منظور واقعیت اینه که بالاخره همه جا اسم این باشه. حتی مولوی باید تو سخنرانیش هم اسم هیئت امنا رو ببره وگرنه اون هیئت امنا نمیشه. لطیفه تعریف میکنن، حالا صحت داره یا نه، میگه سه تا هیئت امنا بودن مال مسجدی، اسم یکیشون موسی بود، اسم یکیشون هارون بود، اسم یکیشون پتیخان بود. بعد مردم آمدن چون تو قرآن موسی و هارون خیلی زیاده، آمدن به این آقای پتیخان گفتن این مرد که بدبخت این دوتا رو به ملا پول خیلی خوب میدن، هر روز نماز صبح میگه موسی و هارون و یوسف و فلان بقیه هم اسم میبره تازه، ولی اسم تو رو ندید میبره. آمد پیش ملا گفت مردی که یا تو رو از ملایی در میکنم یا من هیئت امنا، من رئیس هیئت امنا، بابا رئیس شورای شهرم، تو چرا اسم من رو نمیبری؟
گفت بابا اسم اونا تو قرآن هست، تو قرآن موسی هارونه. گفت به پدر توی ملا فلان فلان اسم موسی و هارون دو تا هیئت از من کم پولترن، تو قرآن اومده اسم پتیخان نیامده، تو اصلا به درد ملایی نمیخوری. این بنده خدا مجبور شد دیگه، فردا رفت پشت منبر و بالاخره شروع کرد به نماز خوندن. گفت کتب نمیدونم موسی و هارون و پتیخانه. بعد این مولای پشت سر شروع کرد گفت بابا چی داری بخوری؟ شروع کرد به سرفه کردن. چی داری میخونی؟ بعد یه پشت سر که جلوی ایستاده بود گفت یا ایها المتنحن لا تنحن، کسی که داری سرفه میکنی سرفه نکن، این به من قول 40 تا میش داده، نصف لی و نصف لک هذا قوم جاهلون. نصفش مال من نصف مال تو، اینا نمیفهمن چی دارم میخونم، فعلا چیزی نگو. حالا اینطوریست، همه چیز از دیدگاه ما پول شده، مال شده، اقتصاد شده، دانش اقتصاد، نمیدونم علم اقتصاد، همه چیز رو از عینک مسائل مادی داریم بررسی میکنیم. ولی حالا پیامبر چی میگه؟ فرماید الکیس من دان نفسه. سبحان الله. کیس و دانا، انسان خبره در جامعه اسلامی دارای 3 ویژگی و مهم است. 1 من دان نفسه، کسی است که نفس خودش رو، خواهشات نفسانی خودش رو زیر پا له بکنه، حقیر بکنه، خار بکنه. و عمل لما بعد الموت، 2 برای زندگی بعد از مرگ فکر بکنه. این 2 تا ویژگی مهم است. 1 من دان نفسه، کسی که خواهشات نفسانی خودش کنترل بکنه. واقعا مهمه. امروز ما اگر 2 تا دشمن داریم، یکی دشمن بزرگ شیطان، به قول مولانا روم مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. بت نفس خیلی خطرناکه. امروز خواهشات نفسانی بزرگترین دشمن شده. واقعا شیطونا بیکار نشستن، کار نمیکنن. میگه مولانا روم خودش یه قصه‌ای داره، میگه خانومی رو به عروسی دعوت کردن، پیرزال 70 ساله‌ای رو. امشب ما بعد جور گیر دادیم پیرزالا، خدا خودش رحم بکنه، پشت سر خودشون بیاد، حقیقت تقصیر من نیست، آماده هم نکرده بودم اینا رو. بعد میگه رفت دید که روبرو آینه دید چه چین و چروک این صورتش داره، وا ویلا. فقط میگه هر چین و چروکش یک دره بزرگ، یک شله‌ای. گفت اینا رو چجوری بپیشم؟ هر چه کرم ضد آفتاب زد و کرم سفید کننده زد و نمیدونم ژل زد و فلان زد، دید نه بابا عمرش گذشته دیگه، اینا هر چی چیز میکنه پوشیده نیست. بالاخره رفت رو آینه، هر کار کرد دید نه بابا. آخر یه قرآن دید اونجا گذاشته، دور بر قرآن ها اون زمان قدیم با طلا، با آب طلا کار میکردن، زرورق بود. این ورقه های قرآن رو از دور تا دور میبرید، چسب میزد تو این شله ها، تو این چین و چروکا میزد، هی میزد، مقدار میخواست بره دم در میافتاد، باز پس برمیگشت از سر نو، باز شروع میکرد میچسبوند. آخر ناراحت شد، اینا رو کند، گفت لعنت بر این شیطون. شیطون آمد گفت لعنت به تو اونقدر زرنگی، تو اونقدر شیطنت داری که ما شیطونا باید بگیم پیشت ای والله، تو اونقدر زرنگی باید جلوی تو پا بزنیم احترام بکنیم. شیطنت تو از ما خیلی امروز نفس، واقعا اینجا نفس به مادر 70 سال میگه نماز نخون، شیطون راحت نشسته. امروز نفس به خواهر مسلمان میگه آقا، خانم به شوهر میگه آقا، زن تو چرا اینقدر برقع بزنه؟ این چادرای سنگین، میگن مانتو هم بپوشید، چادرم بپوشید. حالا مولای جدید آمده میگه آقا برقع و روبندم بزنید، میخواد ما رو خفه بکنید. راههای خفه دیگه چیزم هست. قل نار جهنم اشد حرا لو کانوا یعلمون. بدونی خواهر مادر که آتش جهنم بسیار گرمتره. امروز واقعا اینطوریه، خواهشات نفسانی شیطان بیکار نشسته. به تعبیر من، حالا درست باشه یا اشتباه، میگه که خواهر برو 7 قدم خودتو آرایش بکن، حرف این ملاها چه میگن؟ بشین تو خانه، بیرونم نرو، 7 قدم آرایش بکن، برو دیگران بفهمن دختر فلان زن فلان چقدر خوشگله. مهم نیست دیگران میگن. آقا پدر، تو میذاری پسرت عروسی اسلامی بگیره؟ برو عقده خالی کن. مگر تو خانه خدا نذر نکرده بودی که سر عروسی بچت برقصی؟ حالا چی رقص همه رفت از بین؟ مگر تو نذر نکرده بودی پوزه بزنی سر عروسی فرزندت و روی همه رو کم بکنی به اصطلاح؟
نفس این چیزها رو میگه، نفس این دستورات رو به همه ما میده، ولیکن رسول خدا میفرماید که الکیس من دان نفسه، کیس واقعی، دانای واقعی کسی است که نفس خودش رو کنترل بکنه، نفس خودش رو نگه داره، نفس خودش رو حقیر بکنه، نفسش معبور بشه خودش بشه آمر، نفسش محکوم بشه خودش بشه حاکم، نفسش اصلا مرید بشه خودش بشه مدبر، خودش بشه پیر مرشد، دستور بده. بیاییم سروران عزیز خواهشات نفس نگذارید این نفس رشد بکنه. به قول اقبال میفرماید نفس تو مثل شتر خود پرور است، خود پرست و خود سوار و خود سر است، مرد شو آور زمام او به کف، تا شود گوهر تا شوی گوهر اگر باشی خزف، هر که بر خود نیست فرمانش روان، می شود فرمان پذیر از دیگران، تا عصای لا اله داری به دست، هر طلسم خوف را خواهی شکست. این نفس باید کنترل بشه سروران عزیز. خواهشات نفسانی رو نگذارید. به قول بوبصیر میفرماید خواهشات نفسانی مثل بچه شیرخوار میمونه. اگر بچه شیرخوار رو به خاطر گریه‌هاش مادر از شیر نکنه، تا 25 سالگی که بخواد دامادم بشه باید شیر بخوره، به جای نون شیر میخوره، ولی مادر باید گریه فرزند رو تحمل بکنه تا از شیر بازش بکنه. نفس رو زیر پا کردن سروران عزیز همت میخواد، همت بلندار که بردان روزگار، از همت بلند به جایی رسیدن. نگذارید نفس بزرگ بشه که اون زمان هست که نمیتونیم واقعا قله‌های شامخ علم و معرفت رو کسب بکنیم. فرزندان عمر فاروق، میشنوید حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه روزی ایشون رو دیدن که مشکیزه آب رو به گردن کرده و روانه خانه پیرزنی است. رعیت دیدن بابا فرمانده کل قوا، شوخی نیست، عمر ایران و روم داره میلرزه از نامش. همه جا در مقابل او دولت مردان دنیا زانوی زدن. رفتن جلو، گفت عمر این چه کاری تو داری میکنی؟ بذار پایین، ما بر کول و دوش ما میکنیم، ما اینو میبریم، برای چی این کار داری میکنی اصلا؟ گفت برید از سر راه من کنار، که امروز رسولان ما از طرف روم آمدن، از قیصر و کسرای ایران آمدن، به من خبر دادن که هر جا نام عمر رو میگیریم دنیا میلرزد. مقداری نفس من بزرگ شد، بلا فاصله دیدم یک پیرزنی کسی رو نداره میخواد بره آب بیاره. گفتم عمر تو از این پیرزن اگر پیش خدا گناهکار باشی کمتری. رفتم اینو گرفتم، اگر شما قول میدید روز قیامت گناه عمر رو به دوشتان حمل بکنید، این مشکیزه آب رو هم به خانه پیرزن ببرید. نفس خودشون اینطور کنترل میکردن. در اوج قدرت، در اوج ثروت، زمانی که بر عریکه سلطنت نشسته بودن، وقتی که آمد بیت المقدس رو فتح بکنه، شما به کرات شاید شنیده باشی که با یک سواری شطور حرکت میکنه، قسمتی از راه خودش سوار، غلامش پیاده، قسمتی از راه برعکسه، خودش پیاده هست و غلامش سواره هست. کدوم دولت مرد دنیا، کدوم تاریخ دنیا میتونه چنین افراد خبره و زیرک و دانایی رو به جامعه بشری نشون بده؟ جا دارد واقعا اقرب های تاریخ لحظه توقف کنه و این شیر مردان رو از نزدیک. شما امروز الکی ما میگیم ما حضرت عمر رو دوست داریم. وقتی آمد نزدیکی های فلسطین امروزی، ابو عبیده ابن الجراح غالبا فرمانده لشکر بود، وقتی دید عمر فاروق با لباس های مندرس و کهنه آمده لرزه براندام شد، بدو آمد گفت یا امیر المؤمنین، تمام کلیساها و بسته شده، تمام مسیحیت علمایشون به دروازه های شهر منتظر شما. با این چه وضعی که شما داری میری؟ آبروی ما مسلمان‌ها رفت. اتفاقا همون زمان نوبت حضرت عمر بود که پیاده بره. سبحان الله. اینها کسانی هستند به قول اقبال سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است. آن مسلمانان که میری کردند در شهنشاهی فقیری کردند، هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست. واقعیت اینها شناخته بودن. گفت های عبیده، ابو عبیده، اعزكم الله بالاسلام فمهما تطلبون العزة بغیر الاسلام اذلكم الله. یادت نره که خدای
تعالی توسط اسلام ما رو عزت داد. هرگاه عزت رو در غیر اسلام جستجو بکنیم خدا ما رو ذلیل میکنه. هرگاه دنبال خواهشات نفسانی بریم از بین میریم. بیاییم نگذاریم خواهشات نفسانی ما وقتی که اونجا رفت وارد شهر فلسطین شد، خواهشات نفسانی عمر حتما بهش میگفت که همه رو قلقم کن. کسانی که بر علیه اسلام شمشیر کشیده بودن، حکم اعدام سرتاسری، حکومت نظامی مطلق. اما اینها نیست. میگه و این مؤذن کجاست؟ مؤذن رو دستور بدید تا برای اولین بار صدای رعدآسای محمد رسول الله را بر فراز مناره های بیت المقدس به اهتزاز در بیارن. هنگامی که مؤذن به اشهد ان محمد رسول الله رسید، ناگهان جیغی از وسط سپاه بلند شد. گفتن این صدای کیه؟ متوجه شدن که عمر فاروق فرمانده مسلمان‌ها به زمین افتاد. گفتن چی شده؟ حضرت عمر دید که زمزمه میکند، گویا در عالم معنویت روحانیت به رسول خدا تماس گرفته. یا رسول الله، یا رسول الله، ای رهبر بشری، کاش امروز میبودی و میدیدی که فرزندان تو، شاگردان مکتب تو، چوپانهایی که تا دیروز چوپان بودن امروز به قدری عزت پیدا کردن که بدون یک خون ریزی حتی بیت المقدس رو زمینه قلمروی اسلام قرار داده و اشهد ان محمد رسول الله رو میشنوی. واقعا خوشا به حال تو ای عمر. ارزش اینو داشتی که بگی یا رسول الله امروز ما فاتحانه وارد شدیم، آن معظم فاتحان دین پرست و نامور، چون به تسخیر جهان بستند از همت کمر، عزمشان را دائم استقبال بنمودی ظفر. آه تا از چشم ما رفتن چون نور از بصر، رفتن آن نامداران نام ما زد بر زمین. رفتن عمرها، رفتن علیها، رفتن حسینها، رفتن حتی زنان مثل خنساها و فاطمه ها نام ما زد بر زمین. دور از آنها آبروی ما عرق شد بر زمین. امروز عمرها نیست که بگه یا رسول الله برگه برگشت خورده، برعکس شده. اگر تا دیروز مسلمانان می آمدن بدون خونریزی دنیا رو فتح می کردن، اما امروز سربازان اسرائیل هر بلایی که دلشون میخواد بر سر مسلمانان میاره. امروز اگر در هر جا صدای بدبختی هست صدای مسلمان هست، هر جا جنگ و خونریزی هست شکست مال مسلمان هست. چرا؟ چون که امروز امت رسول الله عمر فاروقی ندارد، حیدر کراری ندارد. آید اگر ابوبکر یا اگر عمر ببیند شمشیر کرده بیرون در اشک خون پریشان، عثمان شهید قرآن از تو همی بپرسد خونم تباه کردی برخیز ای مسلمان. حیدر به ذوالفقارش آید اگر به میدان والله که می نهد سر در راه دین یزدان. چی داریم بشیم ما؟ آیا اینها به خاطر خواهشات نفسانی نیست؟ چیه؟ به خاطر رسیدن به پول و شهرت و عزت و مکنت و دولت نیست؟ چیه؟ مهر سکوت را همه بر کف زدن و بر دهان زدن و حکومت‌های اسلامی سرانشون مانند مهرهای شطرنج در اختیار سربازان آمریکایی و اسرائیل قرار گرفتن. هرچی اونها دیکته بکنن اینها سمعا و طاعتن. بحران‌هایی که در روزهای اخیر به وجود آمد، بحرانی که در پاکستان به وجود آمده بر هیچ کس پوشیده نیست، برای ما علی السویه شده به خدا. اگر اون زمان رسول خدا فرمودن یک زنی از بنی اسرائیل یک گربه ای رو بس، یک گربه بهش آب نداد، غذا نداد، هیچی نداد، او رو بس به جایی تا اینکه مرد، خدای متعال روی 70 سال تهجد او خط بتبان کشید و او را به طرف جهنم برد. اما اون زمان به خاطر یک کشتن یک گربه یک زن مسلمان به جهنم رفت. ولی امروز بچه های مسلمان ها، فرزندان فاروق اعظم در مسجدی در پاکستان 3000 نفر یک جا بمباران میشه، کسی ککیلی نگزه، صدایی از کسی در نمیاد. حداقل 300 طلبه و مولوی، 300 عالم، نخبه مانند مولانا قاضی عبدالرشید شهید شدن. همه جا تروریست و ترور و این مسائل هست. من نمیدونم این ترور و تروریست چقدر واژه وسیعی شده که هر کس اسلام و مسلماناست اسمش تروریسمه.
هر کس دفاعی از کیان و مذهبش بکنه اسمش تروریسته. به قول شاعر اردو زبان اگر اظهار استبداد کی معنی بغاوته، اگر بیزاری بیداد کی معنی بغاوته، اگر آگ فطرت آزاد کی معنی بغاوته، تو پر میں ایک باغو هم مرا مذهب بغاوته. اگر افشا نمودن جنایت های اسرائیل و آمریکا و یهودیت و مسیحیت اسمش تروره، اگر مبارزه با استکبار و جانیان دنیا اسمش تروره، اگر افشا نمودن برنامه های ضد دین و ضد اخلاقی کشورهای غربی و مشرکین و منافقین اسمش تروره، پس جهانیان بدانن که من یک تروریستم و مذهبم هم تروره و من به این تروریست بودن افتخار میکنم. واقعیت اینه. اون زمانی که در دانمارک اون کاریکاتوریست بسیار ملعون کاریکاتورهای بسیار مهم رو به رسول خدا کشیده بودن، آیا شنیده بودید؟ آیا دیدید اصلا؟ دنبال اینترنت رو گرفتید؟ یه اسلحه داره دست آقای عرب پوش که داره پایتخت دانمارک رو بمباران میکنه، بعد زیرش نوشته هذا محمد ارهابی، این محمد تروریست رهبر مسلمان است. اصلا از کسی فقط چند تا شعار خلاص تمام شده رفت. وظیفه ما چیست؟ واقعا اگر امروز ما بتونیم کشور قلب خود ما رو فتح بکنیم، یک کودتا تو کشور قلب، جوانها باید این قول بدن، یک رسوب زدایی مغز، خانه تکانی قلب و روح و روان از همه معاصی و گناهان. جالب اینجاست که همه منتظر عمره. آقا اگر منتظر اینید که خدا از آسمان به شما عمر کادو بکنه، کور خوندی. اگر منتظر اینید که برای شما پست بکنه، فکس بکنه علی مرتضایی، که نه، عمر رو باید بسازیم. به قول اقبال زنده کن در سینه آن سوزی که رفت، در جهان باز آورن روزی که رفت، خاک بطحا خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را دیگر سرای، ای نخیر دشت تو بالنده تر، بر نخیزد از تو فاروقی دیگر. اینطوری که نیست. ما خودمون باید بسازیم جامعه ما رو، بیاییم واقعا خودمون رو اصلاح بکنیم. این قلب ما رو که محل تجلی انوار الهی است، از ما سوى الله دور بکنیم. امروز ما وقتی این حرفا رو میذاریم، بچه‌ها میگن شما برای ما جوک داری تعریف میکنین. جوونی که برای نماز صبح بلند نمیشه، تو میخواد بری اونو به جنگ و جهاد داری دعوت میکنی؟ جوونی که امروز حاضر نیست عروسی خودش رو اسلامی بگیره، ننگش میاد، دیگران خجالت زدش میکنن، اون جوون میخواد بره از کیان اسلام دفاع بکنه. واقعا کاش امروز یک اهل دلی میبود و به رسول خدا میگفت یا رسول الله، امت تو امروز اونا نیستن، عوض شده همه چیز عوض شده، مسلمان نما شده. جوونی که برای نماز 5 وقت نمیتونه خودش آماده بکنه، خواهری که نمیتونه فرزند مسلمان رو تربیت بکنه، خواهری که حاضر نیست روسری تو سرش بکنه که روز 4 وجب روسریش عقب میره، اون کجا میخواد نقش سمیه و خنسا و فاطمه و زهرا و عایشه و اینها رو بازی بکنه؟ اینها جفت بیشتر شبیهن تا یه سخنرانی. ولی ما نباید ناامید باشیم. هنوز چون این مراسمی این داعی رو در اذهان تداعی میکنه و این جرقه و استاد رو در زندگی آب به صدا در میاره که در این بیشه ها هم شیری خفته است. واقعا کار بزرگی است. جوانی که امروز میاد نقطه عطف. من در یکی از روستاها عروسی دعوت بودم، یکی از جوونا زنگ زد گفت شما عروسی اسلامی دعوتید. گفتم باشه چشم میام. 1-2 شب گذشت زنگ زد گفت جناب مولوی نمیخواد بیای. گفتم چی شده؟ گفت جوونا گفتن تو در طول عمرت 1 بار میخواد جشن عروسی بگیری، اونم میخوای مولایی بگیری، اونم میخوای تعزیه بگیری، قرآن بخونی، کجا این جشن؟ بابا بیچاره 10 بار که زن نمیکنی، اگر بخوای بار دوم زن بکنی تیرباران میشی، چه برسه به 10 بار. همین بار اولم زورکی شدی، بیا همینو این کارو نکن. گفتم من نمیخوام به زور بیام، ولی که بحث اینه که بحث 1 شب نیست. به قول خودش میگفت جناب مولوی 1 شب 1000 شب نمیشه. گفتم بحث این حرفا نیست، بحث اینه که شما میخوای شالوده و اساس زندگی خودت رو امشب بریزی. حالا با عبادت و طاعت و نیایش و ذکر خدا، یا با اینکه تیشه برداشتن به ریشه دین اسلام زدن، خودت میدونی. چون که عروسی غیر اسلامی فقط ساز و ارکستر نیست. کاش فقط اون ارگ و گرگ میبود. ارگ میامد سینه ها رو خالی میکرد، گرگ هم میامد ایمان ها رو. شراب هست، کریستال هست، به قول بعضی کریست هست.
مدرن‌تر صحبت میکنن. یکی دیگه چیه؟ کرات چیه؟ کراکه مورفین هست، کوکائین هست، کیلو 7 میلیون تومن 8 میلیون تومن حرفشو میزنه. اینها میاد چاقو کشی هست، بچهای لات و الوات هست که باور بکنید کار نداریم. حالا یه صحبت رو تمام بکنم. گفتم جوان عروسی تو اسلامی بکن. گفت جناب مولوی بیا. یک دو شب دیگه گذشت گفت که باز زنگ زد که جناب مولوی نیا. گفتم چی شد مسلمان خدا؟ چون این غلط داره؟ گفت نمیگذارن من و بچه‌ها. گفتیم بابا مشکلی نیست، باز مقدار تقریبی داره گونه بیا. باز فضاش زده گونه نمیخوای بیاره. این باور که چندین بار همینطوری بالاخره نگذاشت که ما بریم. گفت بالاخره تصمیم اینه که نیا. شب عروسیش فردا صبحش باباش زنگ زد که جناب مولوی پاشو بیا. گفتم عروسیت گذشته. گفت عروسیم گذشته، تو رو خدا به تعزیه پسرم بیا. گفتم کدوم پسرت؟ گفت شاداماد، دامادی که دیشب عروسیش بود امشب نماز جنازه شه. به خدا بلندشو بیا که نماز جنازه ای بچه اگر به جشنش نیامدی به تعزیتش بیا. های جوان الکیس من دار نفسه و عمل لما بعد الموت. کسیست که برای بعد از موت خودشو آماده بکنه. درسته یک شب 1000 شب نمیشه، ولی به خدا من میگم یه عمر در کارهای دنیوی میگی یک لحظه غافل گشتم و یک عمر راهم دور شد، ولی چرا برای کارهای دینی نمیگی که یک شب غافل گشتم و یک عمر عبادتم دود شد، همه این نمازها رو به هوا داد. واقعیت اینه مگر اون کسانی که در بم در عرض 12 ثانیه 50,000 نفر رفت جشن مولودی و تولد نداشتن؟ ساز و ارکستر نبود مگر همشون نخوابیده بودن تا ساعت 12 یک شب ارکستر رو بزن و کوب که فردا جمعه است تا لنگ زور میخوابیم؟ همه سر رو گذاشتن اما نفهمیدن که این سر گذاشتن دیگه برداشتنی نداره. های جوان گولت نزنه این دنیا، های ناگاه بود که از این جهانت ببرن، که از حلقه جمع دوستانت ببرن، غافل منشین زمانت ببرن، گر تو نروی کشانت ببرن. شوخی نیست. یک لحظه عروس داماد پشت سر هم میافتن، بوغ تصادف میشه به کرات صورت گرفته. به خدا که جنازه عروس داماد آوردن، ما خودمون شرکت کردیم تو عروسی ها. پس اون عزاست یا این جشن یا اون؟ چقدر بد داریم داوری میکنیم، چقدر بد واقعا. سلیقه ها عوض شده، ذائقه ها عوض شده. شیرین رو تلخ و تلخ رو شیرین، خوب رو زشت رو خوب میدونن. چرا؟ چون که ایمان ها عوض شده. مردم یورو میاد میگه آقا زمانه عوض شده. نه اصلا اینطور نیست. همه نشستن وا ویلا عجب زمانه بدی شده. این خصوصا کسانی که باز این مقداری به اصطلاح نطاقتر و حراف‌تر که نیستن تو مجالس، چه زمانه بدی شده. اوه دنیا خراب شده، دنیا از آتش گرفته. جناب مولوی شما نمیفهمید چه خبر تو دنیا؟ آقا میفهمم، تو هم جز همین دنیا هستی یا نه؟ دخانت آتش گرفته، تو باید چت میکنی یا فوراً زنگ میزنی آتش نشانی، یا خودت با شرنگ و با خاک و با فلان میخوای آتش خاموش بکنی. امروز جامعه ما آتش گرفته، جوون ما امروز واقعا آتش گرفته، در لجنزار معصیت در آتش دوزخ داره میسوزه. اون ما اومده چت میکنیم، ما اومدیم اینجا به اصطلاح نطاقی و حرافی میکنیم. باور بکنید جنایت هایی داره صورت میگیره که گفتن اینها به زبان آسان نیست. همه اینا به خاطر اینه که نفس بزرگ شده. من در زاهدارم گفتم پدری دختر خانمی من زنگ زد، نمیگم از کجا، زنگ زد فلانی من عاشق پسر عمومم، میخوام باش ازدواج کنم، بابام نمیذاره. گفتم دلیلش؟ گفت اصلا دلیلی وجود نداره، هرچی میگم میگه نمیشه، شما رو میخوام بک فلانی بدیم. گفتم بابا به قول معروف مردم امروزی میگن عقد دخترم و پسرمو رو با آسمان هفتم بستن، حداقل از ما که با آسمان اول که بسته شده حداقل. گفت نه. گفتم میشه بابا تو بگه بهم زنگ بزنه؟ گفت اگر قبول بکنه چون نوارای شما رو داره. گفتم بگو بهم زنگ بزنه.
زنگ زد گفتم چه خبره؟ گفت نمیشه جناب مولوی. گفتم آقا من دیدم مرغ یک لنگ باشه ولی آدمو تا به حال ندیدم یک لنگ مگر فرج باشه. تو از مرغ یک لنگ هم نجوشتری که چه کار داری میکنیم؟ چه خبره؟ بالاخره دیدم اصلا قبول نمیکنه. گفتم بیا. نماز جمعه آمد، باهاش صحبت کردیم. اول که تفریح میرفت که اینها نمیدونن با هم نمیخورند و فلان هستند و دخترم دانشجو است و اون نمیدونن کسب است و نهایتا لب به اعتراف گشود. گفت واقعیت میخوای؟ گفت بله. گفتم بله. گفت واقعیت اینه که من از اول عمرم زن برادرم هم زن برادرمه هم خواهر زنمه، جفتش. از ابتدای عروسی من با زن برادرم و خواهر زنم ارتباط نامشروع داشتم، زنا کردم و هنوزم این روند تا چند سال ادامه داشته. نمیدونم شاید این برادر زادم پسر خودم باشه. شما بگو عقد برادر و خواهر با هم درستن؟ اینا تو جامعه اسلامی است، تو جامعه ای که آقا رفته به حج، حاجی صاحبم بود، به درون کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. موقع از مکه که برمیگرده میاد برو جاش چطور به مکه بلافاصله اشکاش میریزه خدا قسمت بکنه، خدا نصیب بکنه. جناب مولوی مردی که تو رفتی چی شدی؟ حاجی هم اسمش هست، واویلاست. اینا همه نفس داره طغیان میکنه، وگرنه دور خانه خدا که شیطون نیست. دار خانه خدا که شیطون تو ماه رمضان که حداقل شیطونا بسته است. ماشاءالله اینقدر شیطونا زیاد شدن که الان راحت شیطونا بازنشسته شدن، حقوق بازنشسته میگیرن از شیطون بزرگ. واقعا زیرک و دانا اینه که عمل لما بعد الموت، دومیش اینه که برای بعد از مرگش فکر بکنه. چه بندی دل در این دنیا که چندین روز مهمانی، چون آگه مرگ پیش آید خوری آن دم پشیمانی. کو حشمت سلیمان، کو سهولت سکندر، کو بام و قصر قیصر، کو حکم کامرانی، کو خاتم رسولان، سر دفتر قبولان، کو ثبت و نسخ قرآن، کو وحی آسمانی. مادر کجا، پدر کو، دختر چی شد، پسر کو، چندین هزار سر کو، آخر تو آنچنانی. قافله رفتند و ما هم می رویم. ای دوست از محبت دنیا کنار شو، از این گذر به درگاه پروردگار شو. عمرت کثیر نیست و غافل چرا شدی؟ ناگه اجل در آید و گوید سوار شو. اسرائیل یه بارگی میاد در خانت اف اف و به صدا در میاره میگه بیا سوار شو. اجازه 5 دقیقه خداحافظی رو بهت نمیده. امروز این تصادفات واویلا کرده. جایز نیست من تو مراسم عروسی بیام از تعزیه صحبت بکنم، ولی یه واقعیت هاست که باید گفته بشه. حداقل ساعتی 4 نفر فقط تو ایران توی سوانح رانندگی دارن میمیرن. از کجا معلوم که من و تو هم جز اینها نباشیم؟ سروران عزیز بیایم عملا لما بعد الموت کنیم. بیایم قبل از این که فرصت از ما گرفته بشه، این فرصت جوانی به ویژه جوونا گوش بدن. قبل از این که این فرصت از ما گرفته بشه، قبل از این که خدایی نکرده با ساز و ارکستر از دنیا بریم، خدا نکنه با هایده و حمیرا و شکیلا بمیری. خدا نکنه وقتی تو قبر بذارن بگه من ربک پروردگارت کیه، بگی حمیرا. این چیزا پیش میاد. هر چیزی که تو زندگی تکرار بکنی موقع مرگ همین به زمان میاد. یک جوونی تو راه خاش زاهدان داشت مسافرکشی میکرد چند سال قبله. خاش زاهدان مثل این مسافرهایی که الان مسافرکشی میکنن، البته اگرچه حالا بنزین شده همه باید بازنشسته بشن، از جریان 3 لیتری میشه بالاخره. بعد خاش زاهدان بعد موقعی که میخواست علما میگفتن، موقعی کلمه رو بهش تلقین میکردیم بگو لا اله الا الله، میگفت خاش زاهدان با خاش زاهدان از دنیا رفت و مرد. کاری نکنیم با غیر الله از دنیا بمیریم. اون با قرآن داره میمیره و بعد از مرگش قرآن تلاوت میکنه. اون موقع جوان ما با چه چیزهایی میخوام بمیریم؟ چه باید همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. تو پاک آمدی بر حذر باش پاک، که ننگ است ناپاک رفتن به خاک. اینقدر این قلب ما از غیر الله پر شده که وقتی مرگ رو فکر میکنیم اصلا دست پامون میلرزه. میگن یک
تو اخبار آمده میگه یک پیامبری، حالا بعضیا میگه یک جوونی با اسرائیل خیلی دوست شد، دوست صمیمی. جالبه ها، بعضیا با اسرائیل هم دوست میشن. میخوای آدرس رو به شما هم بدم، شماره تلفن اسرائیل رو که باهاش دوست بشید. اول این جوون رو قصهش گوش بکنید، بعد شماره تلفن اسرائیل رو هم به شما میدم. میگه دوست شد، باهاش ارتباط برقرار کرد، دعوت کرد به خونش، کباب و رباب و بسیار مسائل که خوب باهاش دوست بشه، پارتی به اصطلاح کلوف بشه. به قول شما جوونا 6 شد با اسرائیل، 6 تا 36 تام شد. بعد گفت یه خاصه از طرف اسرائیل، دوست از دوست هر چه بخواد بهش میده. گفت آره. گفت فقط اینو نگی که جونتو نگیرم، چون که من جون هم به جون خودم رحم نمیکنم، چه برسه به شما. گفت نه نمیخوام که جونمو بگیری، جونمو نگیری، معذرت میخوام. فقط 1-2 سال مونده بود به مرگم، یه خبری بکنن، حداقل یک احضاریه، یک نامه بفرست که من متوجه بشم که مرگم حداقل نزدیک شده، توبه بکنم. گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت دنیا 2 روزه، یک روز رو میخوام عشق و حال بکنم، یک روز رو عبادت و قیل و قال به اصطلاح امروزی‌ها. گفت خیلی خوب. سالیان سال گذشت، این دیگه زد بون درش. به اصطلاح اگر مردم نماز نمیخوندند و میرقصیدن، این چپکی‌ها میرقصید دیگه. میگفت که من که دیگه پارتیم کلفته. بعد تا اینکه بالاخره یه روز اسرائیل آمد این از یک طرف خیلی خوشحال شد که دوستم آمد، از یک طرف ناراحت بود. گفت حتما 2 سال دیگه مونده به مرگم، 3 سال دیگه مونده. آمد گفت اسرائیل آمدی به من بگی کی میخوام بمیرم؟ گفت نه اومدم جون تو بگیرم. گفت ای نامرد، دوست از دوستی که اینقدر انتظار داشت که حداقل به قولت وفا میکردی. گفت نه آقا، من به قولم وفا کردم. من اونقدر برات احضاریه فرستادم دیدم نگاه نکردی، اختاریه فرستادم دیدم توجه نکردی، چند نفر رو فرستادم دستبندت بزنن باز دلم سوخت، چراغ قرمز در سر 4 راههای عمرت روشن کردم دیدم اونقدر مغروری که تک چرخ از 4 راه رد میشی، چه برسه به 2 چرخ. گفت چطور؟ گفت اولین کسی که تو خانوادت مرد احضاریه من بود. که های جوان، منم مثل تو جوان بودم ولی رفتم از این دنیا، هیچ چیزی نتونست جلوی منو بگیره. اولین باری که تو بیمارستان مریض شدی، پرستارها با لباس سفید آمد، اونها پرستار نبودن، اونها لشکر من اسرائیل بودن. گفتم برو بهش نشون بده. تو گفتی آقا پرستار، خانم پرستار، اینجا یک آمپول سیخ کن. نفهمیدی که اونها مال من بود. اولین باری که تو راه چپ کردی، تصادف کردی، هیچی نشد، آمدی تو خانه کلاتو کج گذاشتی. گفتی اگر اینطور ترمز نمیگرفتم، اگر اینطور کلاج عوض نمیکردم، اگر رفته بودم. اون اگر نبود، من بودم. فرمونو پیچوندم که متوجه بشی چرا قرمز بود در واقع. ولی تو اونقدر در لجنزار معصیت غرق بودی که هیچ یک از احضاریه و اختیاریه منو توجه نکردی اصلا. پوفیوز، مشکل خودته. حالا منو داری زیر سوال میبری، همه اینها رو نادیده گرفتی انداختی دور. حالا زمان مرگت رسیده. گفت اجازه بده خداحافظی بکنم. گفت مجال خداحافظیم باقی نمونده. سروران عزیز، این احضاریه ها رو نادیده نگیریم. جوان، فکر نکن جوانی، فکر نکن حدث عمر درازه، نه گویی چو پیر گردم آنگاه تو بارم. بسیار کس که مردن در غره جوانی. اتفاقا حالا پیرمردان نمیمیرن، هرچی میمیره جوون. اصلا اسرائیل حتما با همین پیرمردا دوست شده، با جوونا اصلا. و اگر میخواد واقعا شماره تلفن اسرائیل رو نمیدم به شما، شماره تلفن خدا رو بهتون میدم. شماره تلفن خدا رو میخواید؟ هیچ زمان نمیگه دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشه، اصلا نمیگه مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشه، اشغال هم نیست، مشغولی هم نمیزنه. هر ساعت از شبان روز که بخوای میتونی مستقیم با ذات ذوالجلال الله صحبت کنی. جوونا میخوای، اونایی که میخوان شماره تلفن خدا و دستا رو برن بالا. بعضی اینطوری بگیرن فقط میگه که تلفن سیاره 32 رکعت نماز در شبانه روز، 32 شماره تلفن 32. هر زمان بخوای میتونی مستقیما ارتباط برقرار بکنی، هیچ مانعی وجود نداره، منشی هم نداره اصلا، مستقیما. و عمل لما بعد الموت، فکر بعد مرگشو بکنه. عطار نیشابوری یکی از علماست، نوشته وقت تنگه، بالاخره خودتون خواستید، ما به این راحتی ها نیامدیم و به این راحتی هم از منبر پایین نمیاییم. بالاخره ما گفتیم جناب مولوی ما رو دعوت نکنید، ما بالاخره وقت ما خیلی پره، مشکل داریم. واقعا گفته نه آقا الا بالله باید بیایید. حالا که آمدید از پشت منبر پایین آوردن کار حضرت فیله، کار نداریم. این عطار نیشابوری خودش عطار فروش بود، اصلا یه مغازه عطاری داشت،
بفرو. اصلا خدا و دین و پیغمبری چه بود؟ همین عارف بزرگ، همین عطار نیشابوری اهل سنت، همین که تو نیشابور دفن همه میرن پیشش، یکی از عرفای بزرگه. ایشون یک فقیری آمد، یک مجذوبی آمد، خیرش تو چشمش. گفت آقا چه میخوای؟ عطر میخوای؟ گفت نه. گفت عطر آورده بفروشی؟ گفت نه. گفت پس چی تو به چی میخوای خیرش تو زل زدی تو چشمام؟ گفت میخوام ببینم دل تو تک تک این شیشه هاست، میخوام روزی که این بمیری چطور میخوای بمیری، از میان این عطر چطور میخواد روی پرواز بکنه. گفت مرد که تو به روی من چیکار داری؟ غرور داشت. گفت تو به مردن من چیکار داری؟ تو به روی من اصلا چیکار داری؟ هر طور تو مردی منم میمیرم. گفت من؟ گفت بله. رفت دراز کشید، همون مجذوب گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و مرد. آمد جلو گفت چی شد؟ واقعا مردی یا خودتو به اصطلاح به مرگ زدی؟ نگاه کرد دید مرده. دیدن این واقعه انقلاب ایجاد کرد که واقعا چه راحت مرد، چقدر این واقعا شاید فرشته ای بود. همین قضیه استارتی شد در زندگی حضرت عطار نیشابوری که جهت زندگی رو عوض کرد. ما از این چیزا خیلی میبینیم. به چشم مرگ کسان دیدم و ز خود غافل، بدا به من که زدم گوش خیش را به کری. گوش خود ما را به کری زدیم. پس دومی و عمل لما بعد الموت و الجاهل، پیامبر به جاهل کیه؟ من اتبع نفسه و هواها، مخالفش کسی که نفسش دنبال خواهشات نفسانی باشه، شب و روز دنبال معصیت و گناه باشه، شب و روز دنبال الواتی باشه، شب و روز به اصطلاح جوونا دنبال حال باشه، فکر وبال رو نکنه، فقط فکر حال الان رو بکنه. بیاییم اگر خدای نکرده معصیت و گناهی هم کردیم، اگر تا به امروز خواهشات نفسانی ما به ما اجازه نداده که این پیشانی رو در آستانه خدا بسازیم، جوانها ناامید نباشیم که ناامید هم مباش که رندان بادنوش ناگه به یک خروش به منزل رسیدن، بهر الطاف تو بی پایان بود، ناامید از رحمت از شیطان بود. من یک قصه خیلی کوچک میگم چون وقت تنگ به حرف علما باید بکنیم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روزی از کوچه ها داشت رد میشد، یک جوونی یه شیشه پر از شراب همراهش بود، زیر پتوش پنهان کرد. وقتی عمر رو دید، گفت ای خدا دیگه امروز عمر منو نپرسه. باسپورس بود، شوخی نبود. شب رو 3 استق تقسیم کرد و یک قسمت اصلا پلیس سرده خود عمر فاروق بود، کسی دیگه نبود. تو کوچه ها گشت میزد، به تن در خدمت خلقم، به جان در خدمت جانان. همین یک نکته آموختم ز فاروق سپهسالار. میگه آمد یهو حضرت عمر دید که زیر پتوه یه چیزی هست. گفت بیا جلو پسر. یک لحظه گویا ملک الموت به سراغی آمد، ایست قلبی و مغزی رو فشار داد. گفت چه کار بکنم؟ اگر عمر ببینه شراب رو منو بدبخت و بیچاره میکنه، 80 ضربه شلاق تو بدنم، کبودم سیاه هم میکنه. در یک لحظه پرده ها رو زد کنار، با ذات ذوالجلال الله ارتباط برقرار کرد. اللهم لا تفضحنی واسترنی عند عمر فبعزتك و جلالك لا اشرب الخمر بعدها ابدا. خدایا یا ذوالجلال والملکوت، یا ذوالجلال والاکرام، یا رب العالمین، خداوند از افعال شنیع خود پشیمانم، عنایت با مگیر از من که دل تنگ و پریشانم. هوا از یک طرف شیطان ز یک سو نفس و از یک ره، منم اندر میان تنها به حال خویش و حیرانم. تو خود گفتی که دعوت کن، تو خود گفتی دعا کن، تو خود گفتی که دعوت کن، اجابت یابی ای بنده گناهکارم تو را یا حضرت غفارو میخوانم. شروع کرد به زاری و گریه. خدایا منو همین بار رسوا نکن، پیش عمر آبروی منو نریز، قسم به عزت و جلالت که 2 مرتبه لب به شراب نخواهم زد. عمر گفت پسر بیا جلو، چی داری میگی؟ چی داری اینجا؟ توی شیشت چیست؟ این داشت گریه میکرد. گفت چی داری زمزمه میکنی؟ چی داری رجزخوانی میکنی؟ گفت عمر توی این شیشه سرکه است. شراب بود. گفت دستم نگاه بکنم. گفت خدایا بازجویی نکنه
نکنه، نگاه نکنه. نگاه کرد، سر شیشه رو باز کرد، یک آهی از قلبش کشید که خدایا رفتم از بین دستم و بگیر خدایا همین یه بار، خدایا یه فرصت، خدایا یک جهت دهی، خدایا یه لامپ دیگه تو زندگیم روشن کن، از تاریکی بکشم بیرون. عمر شیشه رو باز کرد، میخواست بریزه، دستماش به لرزه افتاد، عقربه های قلبش توقف کرده بود و از طرفی به شدت میزد که ناگهان وقتی که شیشه رو خالی کرد دید داخل شیشه شرابه ها تبدیل به سرکه شده است. جوان، به خدا قسم اگر من تو هم توبه بکنیم، خدای متعال شراب معصیت ما را به سرکه عبادت مبدل خواهد کرد. فقط عزمی جزم میخواد برگردیم، از ته دل برگردیم، بیاییم واقعا قلوب خود ما رو از ما سوی الله خالی بکنیم، قلب رو پر بکنیم، مملو بکنیم از عبادت الله و همه زندگی ما، مراسم جشن ما، شادی ما، عزای ما، غم ما، همه با عبادت و اطاعت باشد. پروردگارا خوشحالیم، از در تو با غم نرویم، با اشک و سرشک و خون و ماتم نرویم، از درگاه همچو تو کریمی هرگز نومید کسی نرفت، ما هم نرویم. خدایا ما را ناامید نفرما. پروردگارا به این دو زوج جوان طول عمر با عزت عنایت بفرما. خدایا همینطوری که امشب اینها قلب نازنین رسول الله را شادمان کردن، خدایا همیشه دست با برکت رسولت را، دست بلا کیف خودت را در زندگی اینها تو اما همراه بفرما. پروردگارا از نسل اینها فرزندانی عمرگونه صلاح الدین ها رو زنده و احیا بفرما. همه جوونا رو توفیق بده انشالله مراسمشون رو اینطوری بگیرن. ما خیلی خوشحال شدیم بالاخره از اینکه مصدی هم شدیم، واقعا معذرت تو میخوام، پوزش میطلبیم، ولیکن دوست داریم همه جوان‌ها یه قول بدن اینجا و اون اینی که انشالله در آینده باید مراسم ها اینجا مراسم اسلامی باشه. واقعا امشب نگاه بکنید، هر کس از بچه‌ها آمده پدر مادرشون نگران نیست که خدایا بچه ما چاقو خورد، خدایا بچه ما تصادف کرد، خدایا این دنبال ارگ و گرگ افتاد، گرگ اینو خورد چی شد. نه، همه خوشحالن، راحتن، میگه رفته اینجا سخنرانی بشنوه و در رأس همه خودمون خوشحالیم الحمدلله. آزردگی روحی و روانی این ساز لامصب الکی این جوونا میگه حال کردیم، باور کن اصلا اعصاب انسان رو داغون میکنه. شب این جوونایی که از عروسی‌های ارکسی برمیگردن، برید یک لحظه ملاقاتشون، اصلا فقط میگیم مال خوردن افعی شدن، برگشتن آمدن، همه رو بخوان نیش بزنن. اصلا معذرت میخوام بالاخره اینطور رخ صحبت میکنم، ولی که امشب هر کس بره بخونه اصلا اعصابش ناراحت نیست و خواهرام خاطر جمع باشن، چون که امشب جنگ و دعوای لنگ کفشی وجود نداره. حالا اونایی که دوست دارن در آینده مراسم اسلامی بگیرن، یا خودشون یا برادرزاده‌ای، عموزاده‌ای، فرزندی، نوه‌ای دارن میخوان عروسی رو اسلامی بگیرن، دست‌ها رو ببرن مردانه بالا، ببینم چند نفر انشالله که میخوان روی رسول الله رو شاد بکنن. ماشاءالله. بابا اینا که زن دارن معاذ خدا دستا رو بالا نکنید که بعد ما رو مورد مؤاخذه قرار میدید. میگه یک زمان یکی داشت سخنرانی میگه، یک مولایی یکی سوال کرد، گوجه مولوی گفت چیه؟ گفت اگر انسان یک زن بگیره چی میشه؟ گفت گویا یک لامپ مثل این نور افکن تو خانه‌اش روشن کرده. گفت اگر دو تا زن بگیری پس؟ گفت دو تا لامپ. گفت بابا اگر سه تا؟ گفت سه تا. گفت اگر چهارمی تا چهارمی رو مخواست بگه مثل این بلنگو تو خانه مولا هم بود، زنش چنید از این طرف لنگ کفش و جارو برداشت آمد، مولا تا چشمش به زنش افتاد گفت های توصیه‌های ایمنی یادت نره، هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش. حالا لامپ اضافی رو روشن نکنید، ما کار نداریم اون قضیه، ولی به هر حال اینهایی که میخوان عروسی بگیرن مهم اینه که اسلامی بگیرن. قول دادید و بالا فرشته ها نوشت، اگر ما پایین ننوشتیم. خدایا چنین کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. من خیلی خوشحال شدم، از صمیم قلب برای همه سروران عزیز طول عمر با عزت مسئلت میکنم و از محضر علمای ربانی واقعا معذرت میخوام به ویژه جناب مولانا نیازی و سایر علما که وقت عزیزان رو گرفتم و گزافه‌گویی کردم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اجمالاً صلوات.